Hi, my mates. How's it going? Remember last night we were gonna learn a new word, an adjective, versatile, but it didn't happen. Well, let's do it right now. Listen to me, please. My sis Amine is really versatile. She's the operations manager at a big restaurant. She's an event designer. She talks to the guests easily and kindly. She even takes care of order from different organizations. And with all that, she's still there for her siblings, for us. Thanks, sis. چی گفتم خواهرم یه آدم چند هنره و چند کاره است. چطوری؟ حواسش به همه چی هست آخه. اون مدیر داخلی یه رستوران بزرگ هستش، در راه مراسماشون هست، با مهمانان به راحتی و صمیمانه صحبت میکنه، حتی حواسش به سفارش‌های ارگان‌های گوناگون، سازمان‌ها و اداره‌های گوناگون هست و با همه این تفاصیلی که من گفتم خواهرم همیشه هوای خواهر برادراشو که ما باشیم داره. بریم مثال بعدی رو. خب دوستان، گفتیم که آدم چند مهارته، آدم چند هنره که حواسش به همه چی هست، بهش میگیم ورستایل. حالا اگر یه خوراکی یا یک ساختمون یا یه چیزی ورستایل باشه چجوری بگیم؟ یعنی چی؟ خب یعنی اینکه چند کاربرده است، چند منظوره است، خیلی کاربردی هستش. من یه چاشنی انتخاب کردم زیره یه کرمونی، زیره سیاه، چون خودم خیلی دوستش دارم. اوکی؟ بریم که داشته باشیم مثالو. Caraway is a very versatile seasoning. It's perfect for soups, for stews such as خورشت بادمجون or خورشت قیمه. You can use it for bread, for sweets even. شما میتونید توی نون انواع نون‌ها استفادهش کنید، حتی برای شیرینیجات. We in Kerman mix it with mashed dates. We use it in different types of bread and for some sweets such as کپوی خرمایی، خرما بریزو and چنگمال. I myself sprinkle it on rice, close and close. and الان نوبت شماست. خب time to shine. Do your exercise and impress me please. خب دوستان، این هم متنیه که شما باید کاملش کنید. یه سری غذاها رو اون بالا دادم بهتون. در مجموع این در مورد چیز هستش. آیا یاکیه، بدمزه است یا ورستایله. خب یکی انتخاب کنید توی جا خالی اول بنویسید. بعد پنجمی رو هم که من براتون حلش کردم. You can melt it، یعنی شما میتونید پنیر رو آبش کنید، گریلش کنید or sprinkle it on pizzas، یعنی که اون رو چیکار کنید؟ بپاشونید روی پیتزاتون. ما بقیه رو شما حل کنید.